سلام، اینجا استودیوی خبری یقین است. من مجیب سلطانی با رویدادهای خوب یک هفته اخیر با شما خواهم بود. امروز 26 مغرب سال 14 هجری شمسی که برابر است با 17 نوامبر سال 2022 میلادی. عبدالسلام حنفی میگه افغانستان برای کشورها تهدید نیست. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء در دیدار با نماینده ویژه سازمان همکاری کشورهای اسلامی اطمینان داده است که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری کار گرفته نخواهد شد. نماینده ویژه این سازمان 3 روز پس از آغاز دوباره فعالیت سازمان همکاری کشورهای اسلامی در کابل با برخی از مقامات امارت اسلامی افغانستان دیدار کرده است. مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع امارت اسلامی افغانستان نیز در دیدار با طارق علی بخیت نماینده ویژه سازمان همکاری کشورهای اسلامی تاکید ورزیده است که کابل به توافق دوحه پابند است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع امارت اسلامی افغانستان گفت در این دیدار سرپرست وزارت دفاع امارت اسلامی افغانستان خاطر نشان کرده که امارت اسلامی به توافقنامه دوحه متعهد است و هیچگاه از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استعمال نخواهد شد. تلاش حکومت برای پس گرفتن زمین‌های غصب شده دولت. حمدالله نعمانی گفت 80% زمین‌های دولتی از سوی کسی غصب شده که در حالت اشتباهی غصب کرده و قصد این گناه را نداشتند. از سوی هم عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه و رئیس کمیسیون جلوگیری از غصب زمین در این برنامه میگوید که صدها هزار جریب زمین در کشور غصب شده است. اتحادیه اروپا اعلام کرد که بسته جدید کمکی 75 میلیون یورو را به افغانستان اختصاص داده است. کمیسیون اروپا که بخش اجرایی اتحادیه است در خبرنامه گفته است که 210 میلیون یورو به کشورهایی که با عدم مسئولیت غذایی روبروند کمک شده است که 75 میلیون این مقدار برای افغانستان در نظر گرفته شده است. در کنار افغانستان 14 کشور دیگر نیز از بسته کمکی 205 میلیونی بهره مند خواهند شد. خبرنامه همچنان گفته است که میزان عدم مسئولیت غذایی در سال 2022 به گونه بی‌سابقه افزایش یافته است. در همین حال وزارت اقتصاد میگوید اگر کمک‌های جامعه جهانی در هماهنگی با امارت اسلامی افغانستان به مصرف برسد بیشتر بر بهبود وضعیت زندگی مردم اثر مثبت خواهد گذاشت. دفتر جدید نمایندگی سازمان همکاری اسلامی در کابل با حضور امیرخان متقی وزیر خارجه دولت امارت اسلامی افغانستان، سفیران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در کابل، نمایندگان سازمان ملل، اتحادیه اروپا و شماری از دیگر سازمان‌های بین المللی بازگشایی شد. طارق بخیت نماینده ویژه دبیر کل سازمان همکاری‌های اسلامی در مراسم افتتاحیه از مساعدت‌های دولت امارت اسلامی افغانستان و فراهم کردن امکانات و تأمین امنیت این مرکز قدردانی کرده است. محمد سعید العیاش نماینده سازمان همکاری‌های اسلامی برای افغانستان نیز هدف از ایجاد این دفتر را کمک به مردم افغانستان در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عنوان کرده است. کابل نامزد پایتخت فرهنگی جهان اسلام برای سال 2024. نماینده ویژه دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی در دیدار با وزیر امور خارجه دولت امارت اسلامی افغانستان از پیگیری روند انتخاب کابل به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2024 خبر داده است. و در اخیر نگاهی به رویدادهای خارج از افغانستان. واشنگتن میگوید اجازه نخواهیم داد چین قدرتمندترین ارتش جهان را داشته باشد. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا اعلام کرد که واشنگتن اجازه نخواهد داد ارتش چین به قدرتمندترین ارتش جهان تبدیل شود. مارک میلی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته که ما بعد از 5 سال، بعد از 10 سال، بعد از 50 سال اولین در جهان خواهیم بود و اجازه نمیدهیم چین اولین در جهان باشد. وی افزود چین قصد دارد به برابری دست یابد یا از نظر نظامی از ایالات متحده پیشی بگیرد و پکن برای انجام این کار تلاش میکند. از سوی دیگر لوید آستین وزیر دفاع آمریکا گفته که ایالات متحده و چین باید کانال‌های ارتباطی بین ارتش را حفظ کنند زیرا آنها دو کشور بزرگ هستند و توانایی‌های نظامی بالایی دارند. اخبار خوب هفته روزانه انعکاس مهمترین رویدادهای خوب در یک هفته اخیر است. همکاران ما در رسانه یقین می‌کوشند تا نابترین و نایابترین ویدیوها را برای شما ارائه دهند. ما در تمامی صفحات مجازی با ویدیوهای متفاوت با نام یقین میدیا منتظر شما هستیم. تا هفته بعد و رویدادهای خوب یک هفته دیگر، ایام به کامتان.